سلام گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با آموزش ریختن شیدر پک در داخل ماینکرافت. همینطور که میبینین من هم یه شیدر پک الان اینجا دارم از این صفحه که میبینین و امروز اومدیم بهتون آموزش بدیم چطوری شیدر پک ها رو بریزیم. خب اول از ماینکرافت میایم بیرون. این برنامه رو باید شما نصب کنید. این برنامه‌ای که اینجاست رو باید شما نصب کنید. در واقع تو مایکت هم بنویسید، این برنامه واسه شما وارد میشه و شما به راحتی میتونید اینا نصب کنید. میتونید وارد این برنامه شید. بعدی که وارد این برنامه شدی یه مود شیدر پک واسه خودتون انتخاب کنید. مثلا من الان اینو میخوام. مورد نظرم، یعنی هرچی مورد نظر خودتونه. ذره اینترنت ضعیفه، ازش صبر کنید. من براتون درستشون میکنم. خب انگاری نیورد. موقعی که اینطوری میشه با نتتون خاموش رو روشن کنین کار میکنه. انگاری واسه ما کار نمیکنه. پس یه دیگه نقطه اتصالمون رو میزنیم و وارد این میشیم و اینجا مثلا یه مود انتخابی دانلود کنیم. خب انگاری این دانلود نمیشه. بچه وقتی دانلود شد الان من میرم یه مود دانلود شده که نصب کردم. مثلا این من نصب کردم، روی این میزنیم. بعد که روی این زدی میزنیم روی ماینکرافت و هم ماینکرافت تو وا میشه و این شیدر براتون نصب میشه. هم نصب شد شیدره. خب شیدر نصب شد. خب حالا چیکار کنیم؟ بریم تو ستینگ و وقتی روی رفتین تو ستینگ میایم پایین روی این گزینه میزنید، روی این گزینه که الان به شکل ماینکرافت در اومده بود. در واقع چیز بود خالیه. این به علاوه رو میزنی. این چیه؟ این جایی که اولش اینجا خالیه. بعد مود شیدر پکاتون میاد پایین. این پایین میتونین مود شیدر پکاتون رو بریزین. چطوری؟ مثلا من اینو میخواستم، میزنیم روی گزینه اکتیویت، یعنی این گزینه. گزینه اکتیویت و این مود برای شما نصب میشه. البته من مدل رو نصب کرده بودم. وارد ماینکرافتشون بشین ببینین که چرا به هیچ تغییر نکرده. نگاه کن بعضی از مودهای این گونه باید یه کارشون که یعنی بیشتر رو مابا تاکید دارن، ولی یه فرقی هم کرده توی مثلا جنگل اینا. مثلا نور خورشید عجیب غریب نشون بده، ولی بعضی از شیدرها چون قویه مثلا خوب و واضح میان. مثلا این شیدر خودم خیلی گرافیک داره، ولی متاسفانه واسه من شیلدا و وسایل ذره سفید نشون میده. خلاصه خب میرین توی اینجا سرورتون باز میکنی و به راحتی این شیدر براتون نصب میشه. بله بهتون چند تا وسایلش هم نشون بدم که کامل بفهمید. بله میذاریم لود بشه و اون وقت میتونین راحت شیدراتون رو داشته باشین. بله اینم از شیدر پکمون. حالا کریتیو بشین و چند تا وسایلش رو بهت نشون میدم. کریتیو
و میریم بیرون و میریم بالا. مثلا الان یه چند در وسیله که میخوام نشون بدم شمشیراشه، شمشیرش مثلا واقعی تر شده یا بلاکاش واقعی تر شده. مثلا بلاک سنگ الان این شکلیه، مثلا بره وقتی میکشیش گوشتش این شکلیه و پشمش مثلا گرافیک گلاشه. بعد آبان گرافیکش بهتر شده، مثلا میافتین توش گرافیکش بهتر شده، یه چند تا آباب دیدی اومده. خب گایز ممنون که این ویدیو رو دیدین، لایک و کامنت و دنبالم فراموش نشه که بیشتر براتون ویدیو بذارم تا یه ویدیو دیگه و یه ویدیو آموزش دیگه. خدای شما رو به خدای بزرگ بسپارم و میسپارم. خدا حافظ.